چه کسی پنیر مرا جابجا کرد؟ نویسنده اسپنسر جانسون. مقدمه. در این داستان 4 شخصیت خیالی ترسیم شدند: موشها، اسنیف و اسکوری و آدم کوچولوها هموها. این 4 شخصیت برای نشان دادن قسمت‌های ساده و پیچیده درون ما بدون توجه به سن و نژاد و ملیت در نظر گرفته شدند. ما گاهی اوقات ممکن است مثل اسنیف عمل کنیم که تغییرات را زود بو می‌کشد، یا مثل اسکوری که به سرعت وارد عمل می‌شود. گاه مانند هم می‌شویم که با انکار تغییرات در برابر آنها می‌ایستد، چرا که می‌ترسد به طرف چیزی بدتر کشیده شود، یا مثل هام که یاد می‌گیرد وقتی شرایط او را به طرف چیز بهتری راهنمایی می‌کند خود را با آن تغییر وقف دهد. داستانی در پس پرده. بسیار مشتاقم که داستانی را برای شما بازگو کنم که در پس داستان چه کسی پنیر مرا جابجا کرد وجود دارد، چرا که این کتاب در حال حاضر چاپ شده و در دسترس همه قرار دارد تا آن را بخوانیم و از آن لذت ببریم و در استفاده از آن با دیگران سهیم شویم. این داستانی است که من مدت‌ها پیش از آن که کتاب مدیر 1 دقیقه‌ای را به همراه اسپنسر جانسون بنویسم آن را از زبان او شنیده و انتظار چاپ آن را داشتم. با خود می اندیشیدم که این داستان چقدر زیباست و تا چه حد می تواند سودمند باشد. چه کسی پنیر مرا جابجا کرد؟ داستانی است درباره تغییراتی که در 1000 تو رخ می دهد، جایی که 4 شخصیت جالب در جستجوی پنیر هستند. پنیر استعاره است برای آنچه که ما می خواهیم در زندگی داشته باشیم، اهم از یک شغل، یک رابطه، پول، خانه بزرگ، آزادی، سلامتی، آگاهی، آرامش روحی یا حتی ورزشی مانند دو یا بازی گلف. هر یک از ما در مورد پنیر خود نظر خاصی داریم و در پی آن هستیم، زیرا معتقدیم اگر آن را به دست آوریم راضی می‌شویم، اغلب به آن دل بستیم و اگر آن را از دست بدهیم یا کسی آن را از ما بگیرد ضربه تکان دهنده‌ای به ما وارد می‌کند. در این داستان 1000 تو نشانه جایی است که شما در آن برای رسیدن به اهداف خود وقت می‌گذرانید. این می‌تواند سازمانی باشد که در آن کار می‌کنید، اجتماعی باشد که در آن زندگی می‌کنید یا رابطه‌هایی که در زندگی با دیگران دارید. من داستان پنیر را که شما در صدد خواندن آن هستید در سراسر دنیا بارها در سخنرانی‌هایم گفتم و به کرات از افراد شنیدم که چه تأثیری در زندگی آنها داشته است. می‌خواهید باور کنید یا نه، این داستان کوچک تاکنون باعث نجات بسیاری از شغل‌ها، ازدواج‌ها و زندگی‌ها شده است. یکی از مثال‌های واقعی متعلق به چارلی جونز، گوینده برجسته تلویزیون NBC است. او اعلام داشت که شنیدن داستان چه کسی پنیر مرا جابجا کرد موجب نجات حرفه او شده است. او گوینده‌ای منحصر به فرد است، اما اصولی که او آموخت می‌تواند برای هر کس مورد استفاده باشد. این از آنچه که اتفاق افتاد. چارلی در بازی‌های المپیک گذشته توانسته بود به خوبی از پس مسئولیت گزارش مسابقات 2 میدانی برآید. وقتی رئیسش به او گفت از گزارشگری این مسابقات معزول شده و برای المپیک‌های بعدی او را به بخش شنا و غواصی انتقال داده است، غافلگیر و ناراحت و به این علت که به خوبی با این ورزش آشنا نبود مستاصل شد. او احساس می‌کرد از او قدردانی نشده و از این موضوع عصبانی بود. میگفت احساس می‌کردم این عمل منصفانه نیست و عصبانیت رفته رفته روی هر کاری که انجام می‌دادم تأثیر می‌گذاشت. بعدها او داستان چه کسی پنیر مرا جابجا کرد را شنید. میگفت که پس از شنیدن آن به خودش خندیده و طرز فکر و روش خود را در برخورد با این موضوع تغییر داده. او پی برد که رئیسش فقط پنیر او را جابجا کرده، بنابراین خودش را با آن شرایط هماهنگ کرد. 2 ورزش جدید را یاد گرفت و در این جریان فهمید که انجام دادن کاری جدید به او احساس جوانی بخشیده است. چندی نگذشت که رئیسش به وضع جدید او پی برد و به زودی کارهای بهتری به او محول کرد. از آن پس موفقیت‌های بزرگتری به دست آورد تا جایی که به عنوان یکی از مشهورترین مجریان فوتبال در تالار گزارشگران فوتبال بخشی را به او اختصاص دادند. این تنها نمونه‌ای است از آنچه من تا به حال از تاثیر این داستان بر زندگی کاری و عشقی افراد شنیدم. من آنقدر قدرت این کتاب معتقدم که یک نسخه قبل از چاپ و انتشار آن را به بیش از 200 نفر که با شرکت ما کار می‌کنند دادم، چرا زیرا شرکت کنت بلانچارد همچون هر شرکت بزرگ دیگر تنها به موفقیت‌های فعلیش فکر می‌کند و می‌خواهد همواره خود را در صحنه رقابت و موفقیت حفظ کند. پنیر ما دائما در حال جابجا شدن است. برخلاف گذشته که ما دنبال کارمندانی مسئول و وفادار بودیم، امروزه به دنبال اشخاص
به دنبال اشخاصی می‌گردیم که با انعطاف و نواندیش باشند. با این حال همانطور که می‌دانید زندگی در محیطی که دائما در حال تغییر است می‌تواند پر از فشار عصبی باشد، مگر اینکه افراد دید خود را نسبت به تغییر عوض کنند و بهتر بتوانند آن را درک نمایند. برگردیم به همان داستان پنیر.